یک دور من عقیده اصلی و باور تاریخی هم این است که فقط هزاره‌ها که در جبال منزوی غور غرجستان و جبال هندوکش و بابا نخستین سرزمین آریایی زندگی می کنند، به تبار و فرهنگ و ادب آریاهای اصیل ویدی و اوستایی و پارسیان باستانی نزدیکترند و باقی مردم و جوامعی از هند تا ایسلند و اروپا و جبال آلپ که خود را آریایی می خوانند، همه جعلی و قراردادی قرن 20 است و ستم بر حقایق تاریخی. 2. ما معتقدیم که چیزی به نام نژاد آریایی و مهاجرت آریایی و یا چیزی به نام نژاد مغولی در تاریخ جهان وجود خارجی ندارد، بلکه یک جعل و دروغ و یک نامگذاری سیاسی اروپاییان در 2 قرن اخیر است. ما به این باوریم که مردم هزاره از نژاد آریایی اصطلاحی و یا از نژاد ترک و مغول به مفهوم امروزی نیستند. آریایی خواندن و یا ترک و مغول خواندن مردم هزاره هر دو خنده‌دار و بی‌پایه است. به باور ما تاریخ و تبار قوم هزاره با قوم آریان باستان ویدی و اوستایی، ساکنان باستانی جبال زابلستان و کابلستان پیوند دارد و این مردم از فرزندان آریان‌های اصیل ویدی و اوستایی و از زیر مجموعه نژاد سامی، آرامی هستند. ما به فرضیات و نظرات سیاسی آریاسازان قرن 19 و 20 میلادی کار نداریم و به این هم کار نداریم که امروزه کیها خود را آریا و جایگاه خیش را ایران و خراسان و سیستان و زابلستان و زبان خود را زبان هندو آرین نامیدند، اما از بررسی اسناد و منابع مختلف و شواهد بیشمار اساطیری، تاریخی، جغرافیایی، زبانشناسی، قومشناسی و از تندیس‌ها و تصاویر و آثار باستانی و شواهد فرهنگی و زبانی به جا مانده در افغانستان و حواشی آن، میتوان نتیجه گرفت که هویت تاریخی و فرهنگی و نژادی هزاره‌ها جدا از اساطیر و تاریخ و تمدن آریاهای ویدی و اوستایی قابل بررسی نیست. ما معتقدیم که بخش مهمی از قوم هزاره و نیز هزاره‌های سنی که برخی به نام تاجیک و یا افغان و یا ازبک و ترکمان زندگی می‌کنند، از بومی‌ترین ساکنان مملکت اند و هزاران سال پیشتر از اینکه دیگران خود را آریا و سرزمین خود را سرزمین آریایی، پارس، سیستان، زابلستان و یا خراسان بنامند، ساکنان بومی دو سوی جبال هندوکش و بابا یعنی نیاکان هزاره خیشتن را به نام آریان و سرزمین خیش را به نام ایران ویژه، ایران، خراسان، زابلستان، سیستان، اورستان و جوزجان و جبال خود را به نام جبال اوپارسین و پارس و هرابرز و سرزمین کیانیان می‌خواندند و از شاهان و حاکمان آنها به نام پیشودادی، کیانی، گودرزی، زابلشاه، دهقان، برازنده، داورانشاه، جوزجان خدا، قورشاهان، شاران غرجستان، شیران بامیان و یاد شده است. دار این یک ادعا نیست، بلکه یک سخن مستدل و قابل بحث و اثبات علمی است. ما به حدسیات و فرضیات تصویرگران چهر آریایی قناعت نداریم.